بچم مادر میگفت چارچوب برم بیار کاتش کنم یا او یک که بیار. الان چه کنم اکو برم من. مادرم یه چارچوب برم بیارم آتش بکنه. بدون اکو برم اینا رو برم. عباس یا که بچه خاله ما گفت انشا به خونه رمضان اینا میمونه. به خونه رمضان اینا؟ به کیچری گوشتلان میمونه. یا که بره. من نمیفهم مادرم بچه این چارچوب گفت بیا آتش کنیم یا اینا رو گفتن. می امیر ببر. ها؟ امیر می ببر. ای بگم ببر. اور میبری. والا هر کدوم میبری بیا که بریم زودتر. اماره بره. چه خاله معطل ها. اماره. دیگه. وقت نیه. نه. بره. تا بریم اموت میشه. بره. بس. کیبه؟ سلام خوبه بخیر سلامت حسین خوب بخیر بفرمایید یالا بفرمایید یالا بفرمایید بیاید بفرمایید با خدا نمی رمضان جان اما هر روز به ما زنگ میزنه که بیایم از آخر روز صبح زنگ زدن گفتن خود رفقا میان دیگه کوچیک گوشت دارن آره ان شاء الله زمستان است که بیشتر گوشت دارن شما بلند داره آقا که خود شما اختلاط میکنید سلام علیکم خنک کنی رفقا نه خوب نه خنک که کرسی بندازم نه خوب خیر ما این به خیری برقی بیارم نه خوب صحیح خیلی خوش اومدین شما رو شاید بالاخره بعضا کنم اصلا مورد که بعضا کردیم واقعا شما مورد دیگه حق داریم به سر ما خواهش میکنم برای سلامت باشین زنده باشین تا بسیار گفتم میشه بیایم بریم دیگه ببینیم خوب کار کردین خیر بینیم سلامت باشین باشه گیلا که صدا کنیم بره گیلا بله کجایی برو بیا بیا بله رفیقام میشه سلام مندان باشین سلام خوب بخیری بله یا یک شب میمون از اینا نبیدین میمون از اینا بدیم خب میگم میمون از اینا بدین چی گپای سلامتی که ما اون پیار ما بالا بوم بودیم نه دیدیم شما بیا مانن دیگه 10 دقیقه میشه بیانه بله بالا بخی برو را دکون کم شیپره بستم شیپره که چای بیاره دیگه چای نخوام خوبه زودی بیایی دیگه خوب چی برای من چه کار میخوره خودش شما زمستونه خنوکه دیگه تیاره هستین دیگه زنده باشی سلامت باشی ای خدای من بابا سلام علیکم بله بابا بله بگو شما میگفتین گفتم سلام علیکم و علیکم بابا بگو که تو نره چه کاره؟ صبر کنی پول بدن دیگه پول چی بودم؟ اینه خب پول بران و رمضان میگه باید که شیرپره بکنم چرا شیپره بیرو چی؟ شیرپره میمون داره 4-5 تا میمون داره میمونو کینه؟ میمونا رمضان برار رفیقا رمضان برار منه که اونا میشه که یک شب نگفتم لالا ما میریم بابا ما وقتا که گفتم ما میریم که میشه میمونیم به گوشتلند فکر کنه که میشه میمون رمضان هم به گوشتلند خورده اومده اینا گوشتلند خورده اومدم رمضان بد کرد که اونو میمون کرد میمونم گناه خورم خوش بابا من کپ کم کو گردنم بند باشه بابا جا شما خیلی گل به سر ما بباره و گوشتلند هم به سر گوشتلند به سر ما بباره بابا برنج پلاخبونی هم به کدو غرمه کدو چیزم به سر خیلی شیرین زبینی اکو گیلا کسا مرد بیشتر خراب نه برو رمضان میگم میمونا رو بدک من سرا که بیا اون دومینا رو هم جلو پستک اینو بیری میندازونو رمضان شکم خود سر کنه رفیق چی هم اینا میگو برو رمضان بگو بیای بخی بیای پیش شما من نون خورده دارم شکم به ملوق می بیای لقمه نون سر نیه شکم ها خود سر کنی کارا خوردن کنی
بیا برو. بابا من میگم تا بالا بیاین چی مایا؟ کار دارم. خب بشی تو برو من نرم. بابا شما چی مستم؟ بله بابا شما چی مستم؟ بابا من رمضان میگفتم گفتم بابا پول بدن که شیرپره بستونم که میمون آمده گفت کینه میمونا گفتم رفیقا رمضان برار منه گفت رمضان بد کرده که میمون آورده به خونه گفت رمضان بد کرده آه گفتم بیا نمیته گفتم پول نداره شیرپره بخرم گفت برو خوب بگو که پیار ازی به عمر خوب میمون آورده یا مادر ازی همیته گفتم کی؟ پیار تو آه نه چنیته کاکو با تو امشب 4 تا نتبق آنه کردن گردم کلفتار وزیشی بیاد که تاسم گوشلند بودم برین قناغه بخورم همون فکر کنی چه کاره بابا؟ میگو بله بابا خیخ نکشیم اکسره چی خیلی نکشون؟ صدا شما به پی میاد با بلا جونم که میایم بابا استتر که ابرو برم مردم میشنن تو ابرو داری؟ اگه ابرو داری به موصلیت میکردی بابا آدم 4 تا رفیق بام خونه خو میایم کو جوان رفیق پیدا بکو بابا که رفیقی که بدست خوره بابا خیخ نکشیم بابای نداره بابا تو خیخ نکشیم میگو میرو اینا رخصت میکنه و خود برو اینا رخصت کن بابا سعی کنید چی میگم خیخ نکشیم اینا رو هر دم با اینا خلاص شد رفتم با هر گپ پیریشتیم ما هیچی اصلا یک درمه نمیخواد که مدت رو بار کن گوشالنده میفهمی خب من میرم قناق کجا این خونه و زندگی نیه قناقه بخورم بابا ابرو شکم خستر کو گپ کم کو دیگه حساب مرز بیشتر خراب نکو شما بابا به من هر کار گیر میدیم به خدا قسم من نمیفهمم چرا چقدر بچه برو برات که خورو این تو زندگی همه سکن میام اینا جواب میدی یا نمیدم تو مقبول عبرت کردی خو اونایی که هم هر روز به ما زنگ میزن که بیا برار رمضان نمیگه استادش ایته میکنه ایتو میکنه میگه من نمیفهمم ایت یعنی چی؟ حتما به شما کار دارن دیگه کی کار داره؟ شما حتما کار و نه ایتو میکنه میگه ایتو بیا که برسه چی من بهش میمونه 6 نمبر با خود بابا حل کن کسی کن بابا مایم اینا یا نمایم دل دادن خاطره گیلا تور دل دادن یک دقیقه برسه که چی مای پس بیا کی بگم؟ برسه چی مای گپ خوبی نگفته کو هر روز زنگ میزن دیگه من میگم لالا نکنم این آدم اجازه نداره چی غمه معلوم نیه که اجازه گرفته یا نگرفته پیا خواه میمونا میارم میفهم سلام خیریت بی لالا ایچی بابا میگم کرسی زغالتا کو که میمونا خونوک نخورم نه خوبه لالا پیاز خوبه. هوا میمون خیلی داره بیایم بابا خیلی ما خوش آمدین بسیار خوش آمدین آیا یک شخصی که گوسپند لند به خود میکشه به خود خود میکشه یا به میمون میکشه همون در خود شما فکر کنین چرا بابا این گفت چه دومود منه که میای بخونه میره قصری برای گوش میستونم که بار میکنم امشه شما اومدی که من 2 کیلو گوشت لند بخورده شما کنو کاکا بابا بعد این گپار نزنه ما گفت کم کو بعدو چیه کو رفیق پیدا میشه ولی حالا من 4-5 تا رفیق دارم یا 5 شده بفرمایید یالا بخیر بفرمایید کاکا حالا این گپار داره بفرمایید ببخشید نجی کاکا خوش آمدید میگم رفیق آخر چیز باشه دیگه نمایی که مزینه بخیر دینو بابا تیاره دیگه یلا کن بریم لالا بریم خیلی ببخشیم خوش آمده خدا حافظ شما خیلی ببخشیم برو خوش آمده وای شکم خسر کو بابا خود 4 تا رفیق دارم چه 4 تا رفیق ده رفیق فراتر کسی بده کو رفیق بابا آدم میمون از خونه بیرون نمیکنه من دری بیری میکنم
کم میمونه که بیا به درد ما بخوره ابروی پاک برای پیشنا من سر دارم که تا بذاری شکم خود سر کو این شب زمستان سر کو این زندگی هم بشه که آدم 4 تا رفیق نداره گفت کم کو چخو بچه برو رکن خورو به من یاد میده این شب زمستان سر کو 10 نفر جمع کرده بیا به تاثر ما برده می گوسفند بکشم واسه دست اینا کشتم دومات میمیه بخواه گوش میرو گوش قصه میستون بریم که گوشان اند خود نبخورم عجب مردمی عجب چی تو سر تو رب برو به دنیا وانه میشه بیعقلیان تا اندازه گفتم همون گوشتان انده که خورده از اونا خورده از اونا میکنم خورده خود که چاکشی آنه گردم ما گوشت لند ماییم فقط اینجا طالب با خونان خود گوشت لند نخوردیم با خدا خود نون شلغه هم تو نمیدون که بخوری عجب اما فکر رو نمی کنم